های بکس، چه خبر؟ امیدوارم که حالتون حسابی اوکی باشه و کیفتون کوک. خوش اومدید به این ویدیو. خب همونطور که میدونید یه 2 سالی من نبودم و چنل استاپ خورده بود. توی این ویدیو میخوام به این موضوع بپردازم که توی این 2 سالی که من نبودم دقیقاً توی دنیای تکنولوژی و اسمارت فون ها چه اتفاقاتی افتاد. چه تکنولوژی های جدیدی به این صنعت اومدن، چه چیزهایی منسوخ شدن، چه ویژگی های جدیدی اومد، چه پشتیبانی های جدیدی شرکت ها در نظر گرفتن و کلا تمام اتفاقاتی که افتاد رو به صورت خیلی خلاصه میخوام توی این ویدیو براتون توضیح بدم. بریم با هم دیگه ببینیم توی این 2 سالی که بدون ساغرف گذشت دنیای تکنولوژی چجوری گذشت. ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. قبل از پرداختن به اصل مطلب بچه‌ها میخوام یک بار دیگه ازتون تشکر کنم بابت تمام حمایتایی که برای من و کانال رسانه خودتون انجام میدید. حتما اگر به محتوای تکنولوژی علاقه دارید و سبک ویدیوهای منو میپسندید توی کانال آپارات و یوتیوبمون مشترک بشید و حتما اگر ساب کردید زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. دمتون خیلی گرم. بریم سراغ ویدیو. کانال من بچه از اواخر سال 2022 تا اواخر سال 2024 که دوباره برگشتم استاپ خورده بود و کلا هیچ فعالیتی توش انجام نشد. قراره توی این ویدیو با هم 5 تا اتفاق خیلی کلی و جامع که توی دنیای تکنولوژی توی این 2 سال اتفاق افتاد رو بررسی کنیم. تمام مطالبی که توی این ویدیو میگم بچه‌ها خیلی خلاصه است، برای هر مطلبش جداگونه. اگر علاقه دارید که ویدیو بسازم براتون توی کامنت های این ویدیو حتما برام بنویسید. مورد اول بچه‌ها هوش مصنوعی یا همون AI. خب صحبت‌های مبتنی بر کلا استفاده از هوش مصنوعی و کلا رخنه کردنش تو زندگی ما از خیلی وقت قبل‌ها سال 2018 19 بود، اما این همه‌گیر شدن هوش مصنوعی یک نقطه عطفی داره و اون نقطه عطف برمیگرده به اوایل سال 2023 که با همه‌گیر شدن و افزایش استفاده از یک نرم افزار به نام چت جی پی تی که توسط کمپانی اوپن ای آی توسعه پیدا کرده بود این اتفاق افتاد و هوش مصنوعی و چت جی پی تی یه جوری که انگار خودمونم اصلا متوجهش نشدیم وارد زندگیمون شد و از اونجا به بعد بود که توسعه هوش مصنوعی و اتفاقات مربوط بهش خیلی بیشتر از قبل جدی گرفته شد و آثارش رو توی دنیای تکنولوژی و گجت ها خیلی بیشتر از قبل نشون داد. طوری که ما الان میبینیم اکثرا کمپانی های قدر دنیا مثل سامسونگ، مثل اپل، مثل گوگل، حتی مثل مایکروسافت، این کمپانی ها الان همشون هوش مصنوعی مولد خودشون رو دارن. سامسونگ گلکسی ای آی رو داره، اپل اینتلیجنس رو داره، گوگل جمینای رو داره و مایکروسافت هم هوش مصنوعی کوپایلت رو برای خودش توسعه داده. به صورت کلی بچه‌ها بزرگترین استفاده‌ای که الان در حال حاضر از هوش مصنوعی توی گجت ها میشه محدود میشه به سری خلاصه نویسی ها و یکی از موارد خیلی زیاد استفادهش خب حذف یک سوژه مزاحم از مثلا عکس یا تغییر دادن بک‌گراند و پس زمینه یک عکس. البته هوش مصنوعی الان خیلی قابلیت‌های دیگه هم داره، منظور من پر استفاده تریناش بود. یه چرخی توی یوتیوب بزنید و گوشی‌های جدید رو که معرفی میشن ببینید، خب تک بلاگرها همشون اکثرا دارن به همین قابلیت‌های هوش مصنوعی اشاره میکنن. آبجکت اریزر مثلا سامسونگ و گوگل یا مثلا جنموجی‌های اپل، ای آی سامرایز که مثلا شما خب یک متن دارین توی اینترنت میخونین و ای آی سامرایز میاد براتون خلاصه نویسیش میکنه که وقتتون خیلی کمتر گرفته بشه. با S25 سامسونگ که جدید معرفی شد قابلیت‌های بیشتری به اسم ناو بریف معرفی شد و کلا سعی داره هوش مصنوعی با زندگی ما تعامل بیشتری برقرار کنه و بیشتر میکس بشه با زندگی ما. و بچه‌ها این قطعاً اتفاقیه که در آینده دور و نزدیک اتفاق خواهد افتاد. توسعه هوش مصنوعی به اینجا محدود نمیشه. این راه درازیه و شرکت‌ها الان هر کدوم دنبال این هستن که هوش مصنوعی خودشون رو ایجاد کنن و توسعه بدن و چه دیر چه زود باید خودمون رو برای روزی آماده کنیم که هوش مصنوعی به یک جزو جدا نشدنی از زندگی همه ما تبدیل میشه. اما از هوش مصنوعی که گذر کنیم بریم سراغ مورد دومی که توی این 2 سالی که من نبودم اتفاق افتاد. مورد دوم هدست اپل ویژن پروه که اولین هدست واقعیت افزوده مجهز به سیستم عامل اختصاصی بود. خب تا قبل از این ما هدست های ای آر و وی آر مختلفی رو از سایر شرکت ها داشتیم، اما هدست اپل ویژن پرو که اپل بیرون داد اولین هدست اولا خب اپل بود که این خودش خیلی نکته مهمیه. دوما اولین هدستی بود که سیستم عامل اختصاصی خودش رو داشت و رابط کاربری مخصوص به خودش رو. یعنی دیگه این هدست عملا به گوشی وابسته نبود و خودش به صورت مستقل عمل میکرد. البته که خب اگر شما اکوسیستم رو تکمیل میکردید و خب مثلا ویژن پرو در کنار آیفون و آیپد و دیگر محصولات اپل استفاده میشد
میشد، قطعا خب ویژگی‌های خیلی بیشتر و کاملتری بهتون میداد، اما منظور اینه که خود هدست به صورت مستقل میتونست عمل کنه و دیگه نیازی به اینکه یک گوشی بهش دائما وصل باشه یا یک سیستمی که کنترلش کنه وجود نداشت. این هدست همچنین به هوش مصنوعی هم مجهز بود و رابط کاربری که اپل برای این محصول معرفی کرد ویژن او اس نام داشت. این محصول با هیاهو و سرصدای خیلی زیادی معرفی شد، اما همون موقعی هم که اومد من گفتم به نظرم هنوز زود بود و الان هم که به اینجا رسیدیم خب داریم میبینیم که ویژن پرو یه جورایی کلا محو شده، انگار که اصلا وجود نداشته هیچ وقت. این محصول به خاطر قیمت خیلی بالایی که داشت، بیشتر از $3500 تقریبا قیمتش بود و همچنین به خاطر خیلی از ویژگی هایی که توش کامل نبود، مثلا عمر باتری ناقصی داشت و متریالی هم که شیشه جلوی یا تلق بهتره بگم جلوی این هدست تشکیل میداد متریال خیلی مناسبی نبود و کلا یک سری باگ های کیفیتی داشت که به نظر من از اپل همچین چیزی انتظار نمیرفت و این هدست روش خیلی بیشتر از اینا جا داشت که کار بشه. اپل خیلی زود تصمیم گرفت به بازار بفرستتش و بازخورد بازار نسبت به این محصول اونقدری منفی بوده که اپل کلا تا اطلاع ثانوی توسعه نسخه بعدی این محصول و حتی یک نسخه ارزونتری که داشتن براش برنامه‌ریزی می‌کردن رو کنسل کرد. بعد از هدست ویژن پرو اپل اتفاق دیگه‌ای که توی این 2 سال افتاد فریم تیتانیومی بود. هم برند اپل هم برند سامسونگ جفتشون از سال 2021 داشتن روی این قضیه فریم تیتانیومی کار میکردن و قرار بود برای اولین بار فریم تیتانیومی برای محصولات سامسونگ توی S23 و برای محصولات اپل توی آیفون 14 پرو و پرو مکس استفاده بشه. اما خب هر دو شرکت استفاده از این فناوری رو 1 سال به تأخیر انداختن و در نسل بعدیشون یعنی گلکسی S24 اولترا و آیفون 15 پرو و پرو مکس این فریم تیتانیومی رو استفاده کردن. اون زمان یه گوشی هم از شیائومی ما داشتیم، شیائومی 14 پرو که پرچمدار شیائومی بود و اونم جزو دسته گوشی‌های محبوبی شد که از فریم تیتانیومی استفاده می‌کردن. البته نسخه فریم تیتانیومی شیائومی 14 پرو یک نسخه جداگانه برای بازار چین بود و کلاً یک پک اکسکلوسیو بود. جدای از اون فریم تیتانیومی خب قرار بود به خاطر استقامت بالاترش و همچنین کلاس بالاتری که استفاده ازش داره جایگزین فریم های فعلی اپل و سامسونگ بشه توی پرچمدارهای های اندشون. اما توی اولین تجربه استفاده از تیتانیوم خب اپل خیلی از سامسونگ موفق تر عمل کرد. اپل از همون ابتدا اومد از تیتانیوم گرید 5 استفاده کرد، اما سامسونگ توی S24 اولترا از تیتانیوم گرید 2 استفاده کرد. و البته این تیتانیوم فقط قسمت بیرونی فریم هست و قسمت درونی فریم گوشی یا همون شاسی گوشی اگر بهتر بگم همچنان از آلومینیوم ساخته شده. اما باز اینجا یک فرق دیگه بین تیتانیوم اپل و تیتانیوم سامسونگ این بود که تیتانیوم اپل مستقیما به آلومینیوم وصل شده بود، اما تیتانیوم سامسونگ سر راه مسیری که قرار بود به شاسی آلومینیومی گوشی متصل بشه یک اتصال پلاستیکی داشت. یعنی سامسونگ اومده بود توسط پلاستیک تیتانیوم و آلومینیوم فریم گوشیشو به هم دیگه اتصال داده بود، اما اپل از اتصال مستقیم فلزی تیتانیوم آلومینیومی استفاده کرده بود و با توجه به اینکه تیتانیومش هم گرید یا درجه بالاتری داشت خیلی موفق تر از سامسونگ عمل کرد. اما سامسونگ اون اشتباهی که توی S24 کرد رو توی S25 دیگه خدا رو شکر ادامه نداد و اونم از تیتانیوم گرید 5 برای S25 استفاده کرد و دیگه خبری هم از اتصال پلاستیکی نبود. مورد چهارمی که این مدت اتفاق افتاد آپدیت و پشتیبانی نرم افزاری 7 ساله گوگل و سامسونگ برای گوشی هاشون بود. همون جور که میدونید در طول تاریخ خب گوشی های اپل و آیفون یک مزیت بزرگشون نسبت به اندرویدی ها همین پشتیبانی نرم افزاری بلند مدتشون بوده و اصلا پشتیبانی نرم افزاری کوتاه مدت اندرویدی ها یک باگ و یک پاشنه آشیل توی ارزش برندهای اندرویدی محسوب میشد. اما گوگل که خودش صاحب اندرویده و صاحب گوشی‌های پیکسله خب از همون اول پشتیبانی‌های نرم افزاریش با بقیه اندرویدی‌ها فرق داشت و از همون اول گوگل برای پیکسل‌هاش آپدیت‌های 3 ساله و 4 ساله استفاده می‌کرد. اما در سال 2023 و با معرفی گوشی‌های پرچمدار پیکسل سری 8ش گوگل وعده آپدیت و پشتیبانی نرم افزاری 7 ساله رو برای گوشی‌های خودش داد و بلافاصله بعد از اونم برند همکار و شریکش یعنی سامسونگ که قبل از اونم خب تجربه هایی توی ارتقا دادن پشتیبانیش داشت. اول پشتیبانی 2 ساله رو کرد 3 ساله، بعد در سری S21 ها
پشتیبانی رو به 4 سال ارتقا داد و در نهایت درست چند ماه بعد از اینکه گوگل پیکسل 8 رو با وعده آپدیت 7 ساله معرفی کرد، سامسونگ هم سری S24 خودش رو با پشتیبانی 7 ساله معرفی کرد. اپل طولانی ترین سابقه پشتیبانی نرم افزاریش میشه 6 سال که در سری های آیفون 5S، 6S و XS و XS Max و XR استفاده کرد. البته صحبت‌هایی به میون میاد که اپل قرار iOS جدید یعنی iOS 19 رو همچنان برای آیفون XS ها و XR ها بده بیرون که پشتیبانی از این گوشی ها رو به 7 سال برسونه و از این نظر به رقبای خودش یعنی گوگل و سامسونگ نزدیک بشه. البته همچنان وجهه آپدیت دادن‌های اپل خیلی بهتره، به خاطر اینکه خب هنوز ما به اون حدی نرسیدیم که ببینیم آپدیت‌های 7 ساله گوگل و سامسونگ واقعا امکان پذیره یا نه. باید چند سالی بگذره و ما ببینیم که مثلا S24 که با وعده آپدیت 7 ساله و اندروید 14 معرفی شد واقعا تا اندروید 21 میتونه بره یا نه. خب اپل هم 5 سالش رو ثابت کرده تا الان، هم 6 سالش رو تا الان ثابت کرده و انجام داده. اما به صورت کلی این اتفاقیه که افتاد و گوگل و سامسونگ اومدن گوشی‌های جدیدشون رو با پشتیبانی 7 ساله معرفی کردن. همچنین برند آنر جدیداً برندیه که اونم ادعای آپدیت 7 ساله کرده. حتی برند کوالکام اومده این وعده رو داده که از اسنپ دراگون 8 الیت به اون طرف، یعنی پردازنده هایی که بعدها قرار معرفی کنه، این قابلیت رو دارن گوشی‌هایی که از این پردازنده های جدید استفاده خواهند کرد که 8 سال آپدیت بگیرن. میگم حالا باید بریم جلو ببینیم چی میشه، ولی بالاخره اتفاقی که افتاده و پشتیبانی 7 ساله اندروید رو با برندهای گوگل و سامسونگ از سال 2023 به این ور داریم میبینیم. آخرین موردی که بچه تو این ویدیو میخوام راجبش صحبت کنم باتری های سیلیکون کربونه که جایگزینی هست برای باتری های لیتیوم یونی. به صورت کلی باتری های سیلیکون کربن تفاوت اصلیشون با باتری های لیتیومی اینه که از آنود سیلیکونی به جای آنود گرافیتی استفاده میکنن و از بزرگترین مزیت‌هاش نسبت به باتری های لیتیومی چگالی بیشترشونه. یعنی چی؟ یعنی توی ابعاد کوچیک‌تر و حجم کمتر میتونن ظرفیت بالاتری رو ارائه بدن. به صورت مثال خیلی ساده بخوام بهتون بگم، یک باتری 4500 لیتیوم یونی رو فرض کنید اندازش چقدره؟ باتری سیلیکون کربنی توی همون ابعاد و اندازه اون باتری لیتیومی 4500 با همون وزن و دقیقاً با همون ابعاد میتونه تا 1200 میلی آمپر ظرفیت بیشتری بده و این از بزرگترین مزیت‌های باتری سیلیکون کربن به شمار میره. اما خب قطعاً این باتری همونجور که یه سری مزایایی نسبت به باتری‌های لیتیومی داره، خب یک سری معایبی هم داره. به صورت کلی باتری‌های سیلیکون کربنی به عنوان جایگزین باتری‌های لیتیومی معرفی شدن و برندهای چینی هم به استفاده از این سبک باتری خیلی علاقه نشون دادن. اولین بار سال 2023 ما برند آنر رو دیدیم که از این باتری‌ها استفاده کرد و الان آمار استفاده از این باتری‌ها به برندهای وان پلاس، اوپو، شیائومی، ویوو و اکثر برندهای چینی موفق رسیده. اینم از ویدیوی امروز بچه‌ها. این 5 تا اتفاقی بود که به صورت کلی توی این 2 سالی که من نبودم توی دنیای تکنولوژی افتاد. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و مطالبی که توش گفتم به دردتون خورده باشه. ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتید با لایک ازم حمایت کنید، اگرم دوست نداشتین دیسلایک رو بزنید. حتما نظر خودتون رو راجع به تمام بخش‌های ویدیو توی کامنت برام بنویسین. اگر در رابطه با هر موضوعیش خواستین ویدیوی کاملتری بسازم بازم توی کامنت‌ها برام بنویسید. اگر به این محتوا علاقه دارید و سبک ویدیوهای این کانال رو میپسندید حتما سابسکرایب کنید، کانال خودتونه و زنگوله بغل بزنید یادتون نره که ویدیوهای جدیدمون رو که تو راه از دست ندید. خیلی مخلصم تا ویدیوی بعدی. بای بکس.